عاقبت به خیری. سخنران استاد دارستانی. مسمع ابن عبدالملک آمد محضر امام صادق علیه السلام. آقا فرمود مسمع تو بصره هستی کربلا هم میری؟ گفتم نه آقا، ما بصره از گماردگان و مسئولین بصره هستیم، اگه بریم کربلا ممکنه جانمون به خطر بیفته. آقا فرمود نه، همون تو خونت هستی یادی از جد ما میکنی؟ مهم دله، در خونه امام حسین مهم دله. گاه اینجور هست، گاهی اوقات سر سفره غذا چشم به آب میخوره، دلم میگیره یه گوشه سفره زانو تو بغل میگیرم، اشک میریزم که جوری که زن و بچم تعجب میکنن و غذا گلو پایین نمیره. همینا میگه تا این حرفو زدم محضر امام صادق علیه السلام. آقا فرمود یا مسمع بشارتت بدم ملک الموت از مادر به تو مهربان تره در لحظه جان گرفتن. بشارتت بدم لحظه جان دادن همه امامان تو بالا سر تو حاضرند. بشارتت بدم تو رو به بهشت. چه بشارت هایی تو این حدیث به مسمع میده. ادامه همین حدیث به مسمع میفرماد یا مسمع هر کس به اندازه بال پشه. خب میگفتی امام صادق یه قطره اشک میفهمیدیم، بابا 60 تا بال پشه جد وزن یه قطره اشک میشه. هر کس به اندازه بال پشه، بال مگس، اصلا پشه خودش چیه که بالش چیه باشه، ولی میخواد قیمتی اشکو بگه. هر کس به اندازه بال پشه برای جد قریبم حسین اشک بریزه چی میشه؟ خدا همه گناهاشو میبخشه. خب آقا این حرف شما دارید بالا منبر میزنید، نگران نیستید که ما هی بریم گناه کنیم، هی بریم گریه بکنیم؟ چون اینجا ما پر رو میشیم وقتی میگن هر کس به اندازه بال پشه برای حسین ابن علی گریه کنه خدا گناهاشو میبخشه. خب من امشب پاک میشم، دوباره فردا صبح میرم خودمو آلوده میکنم، میگم فردا شب میرم دوباره گریه میکنم، میگه آقا نگفت؟ آره به امام حسین اشک بر امام حسین گناهاتو میبخشه، اما 2 تا نگرانی داشته باش. اگه این 2 تا نگرانی نداشتی خیلی راحت باشه، اما این 2 تا نگرانی همیشه با شما هست. یک، چه ضمانتی هست من برم گناه کنم برگردم؟ گناه بذاره برگردم، چه ضمانتی هست؟ خیلی رفتن گناه کنن برگردن، دیگه گناه بردشون، آلوده شدن، بعدم به نکبت و بدبختی مردن. چه ضمانتی گناه به تو داده که برگردی؟ یه مطلب دوم که خیلی مهمه، چه ضمانتی است تو گناه از دنیا نری؟ یه دفعه رفتی گناه کنی برگردی تو گناه عمرت تموم شد. من این خاطره رو بارها گفتم. تو همین تهران یه پیرمرد نماز اول وقت خونه تو به جماعت 5 وعده نمازو به جماعت خونه تهران، عروسی آخری بچهش، هی گفتن بابا امشب دیگه باید تو خلاصه برقصی. بابا من آقا پیرمرد تو عمرم این غلطا نکردم. گفتن نه دیگه امشب همه که رفتن، ما خانواده و محارم بودیم باید برقصیم. همه رفتن، این عده‌ای که حالا خواهر و برادر و دختر و داماد عروس همه محرم بودن، گیر دادن به این بدبخت که تو باید امشب برقصی. این دستشو گرفت و پاشو گرفت، به زوری رو بلند کردن که کنی خلاصه خودتو بده. اینم یه لحظه جو گرفت. آره دیگه بچه آخر تحت قاری فلان دست آورد بالا یه تکون بده، افتاد. بابا رفت کجا؟ چه بد رفت و چه بد جایی رفت. بچه ها کجا مردن و چگونه مردن باید دغدغه‌تون بشه، نه دغدغه من و تو، دغدغه علما بزرگان. این که عاقبت به خیر میشیم یا نمیشیم. اون لحظه که صورت رو خاک میخوایم بذاریم، اون لحظه که میخواد جان از بدنمون بره، میتونیم ذکر خدا بگیم، میتونیم شهادت بدیم، میتونیم اقرار به نبوت به خاتم رسول، به امیر مومنان، به اهل بیت عصمت و طهارت کنیم، میتونیم چند تا یا حسین بگیم جان از بدنمون بیرون بره. کجا میمیریم؟ کی میمیریم؟ خیلی مهمه. تا به این فکر کردید؟ کجا مردن و چگونه مردن؟
عرق خور بود، با دسته عزا می آمد تو حرم امام هشتم، رو میکرد به گنبد امام رضا، میگفت به این امام رضا من یا عاشورا میمیرم یا روز 21 ماه رمضان. دیده بود تو کل سال هیچ روز قشنگتر از عاشورا به 21 نیست. این دوتا رو میخواست سند 6 دنگ به نام خودش. گفت سید به جدت روز عاشورا تابوت از زمین برداشتن. خب کجا این دوست داشت مشهد بمیره، روز عاشورا هم مرد. من و تو چی؟ کجا میخوایم بمیریم؟ تو چه حالی میخوایم بمیریم؟ چند شب پیش یه شهری بودم، روزه خوندیم، بعد اومدیم توی اتاقی، مسئول هیئت هنوز داشت گریه میکرد. عزیزان یه جوری گریه میکرد که از گریه او من همه اون آدمایی که نشسته بودیم میخواستیم چای بخوریم گریه‌مون گرفت. چنان زجه میزد، میگفت روزه حضرت مسلم بود، میگفت یا مسلم ابن عقیل، تو رو به حق حضرت زهرا، تو رو به ارباب حسین ابن علی، من نمیخوام تو بیمارستان بمیرم، من نمیخوام تو بستر بمیرم، من یا پارکاب امام زمان یا توی روزا جون منو بگیر. تازه گریه کنه معلوم نیست به توفیقشو بدن. کجا بمیریم؟ چجوری بمیریم؟